لغو کنسرت همایون شجریان و تمثیل چاوشسکو از میدان آزادی تا میدان بخارست. در تاریخ ملت‌ها گاه یک صدا یا یک شعار ستونهای سترگ دیکتاتوری را می‌لرزاند و سرانجام فرو می‌ریزد. در سال 1989 نیکولای چاوشسکو دیکتاتور رومانی مثل هر سال در میدان مرکزی بخارست برای هزاران نفر از مردم اجباری سخنرانی می‌کرد. حکومت با دقت همه چیز را چیده بود: پرچم‌ها، شعارها از پیش آماده و جمعیتی که باید مطیع می‌بودند. اما ناگهان در دل این سکوت مرگبار صدای اعتراضی برخاست، یک نه کوتاه، سپس چند شعار دیگر و ناگهان موجی از فریادهای آزادی میدان را فرا گرفت. دوربین‌ها چهره بهت زده چاوشسکو را ضبط کردند. او که انتظار نداشت دیوار ترس فرو بریزد، چند روز بعد او و همسرش اعدام شدند و یک رژیم دیکتاتوری که دهها با سرکوب زنده مانده بود در چند روز سقوط کرد. این تصویر تاریخی امروز بیش از هر زمان دیگر در ذهن ایرانی‌ها زنده می‌شود. همایون شجریان وارث صدای پدر، محمدرضا شجریان اسطوره موسیقی ایران با صدایش وجدان بیدار ملت شد. او در روزهای سخت مردم چه با ربنای ممنوعه و چه با مرغ سحر صدای اعتراض خاموش ملت بود. پسرش همایون شجریان متولد 1354 تهران از کودکی در کنار پدر تربیت شد. دنبک و کمانچه نواخت و سپس با آواز پرقدرت به یکی از برجسته ترین خوانندگان نسل پس از پدر تبدیل شد. او همواره کوشیده است موسیقی سنتی را با نوآوری پیوند بزند، اما همزمان میراث صدای آزادیخواه پدر را نیز ادامه دهد. میدان آزادی ترسی که تکرار بخارست را زنده کرد. در شهریور 1404 سپتامبر 2025 همایون شجریان اعلام کرد قصد دارد یک کنسرت خیابانی رایگان در میدان آزادی تهران برگزار کند. خبر مثل برق در جامعه پیچید. امیدی تازه، نوایی برای شادی، فرصتی برای نفس کشیدن مردمی که سالهاست در ماتم و سرکوب زندگی کردند. اما درست چند روز مانده به اجرا، خبر لغو ناگهانی رسید. بهانه‌ها، مشکل در ورود تجهیزات، عدم ظرفیت مدیریت جمعیت میلیونی و وعده انتقال احتمالی به ورزشگاه آزادی. اما حقیقت روشن‌تر از این حرف هاست. حاکمیت ولایت نیابتی از هر تجمع میلیونی میترسد. از لحظه‌ای که شادی میتواند به اعتراض بدل شود، از لحظه‌ای که یک شعار ساده در میان هزاران نفر مثل برق منتشر شود و دوباره میدان بخارست تکرار گردد. لغو کنسرت همایون بیش از آن که به موسیقی ضربه بزند، چهره واقعی ترس رژیم را آشکار کرد. دیکتاتوری رومانی و ولایت نیابتی ایران شباهت‌های آینه‌وار. رومانی چاوشسکو حکومتی پلیسی با اقتصاد شکست خورده، تبلیغات پرزرق و برق و مردمی گرسنه، همه چیز بر پایه رعب و کنترل رسانه بود. اما لحظه فروپاشی ناگهان و غیرمنتظره از دل همان تجمع حکومتی برخاست. ایران ولایت نیابتی، حکومتی ایدئولوژیک مبتنی بر ترس، سانسور و سرکوب، اقتصادی ویران شده، فساد گسترده و ملتی که در فشار سیاسی و اجتماعی خفه شده است. رژیم از هر تجمع بزرگ بیم دارد، چه عزاداری، چه شادی، چه هنر، چرا که می‌داند همانطور که یک شعار ساده در بخاره سرنوشت دیکتاتور را رقم زد، یک کنسرت هم میتواند به جرقه‌ای برای فروپاشی بدل شود. از میدان بخارست تا میدان آزادی، لغو کنسرت همایون شجریان نه تنها مردم را از موسیقی محروم کرد، بلکه فرصتی برای تخلیه خشم و اندوه عمومی را گرفت. هنر میتوانست سوپاپ اطمینان باشد برای جامعه زخمی، اما همان گونه که تجربه تاریخ نشان داده، خشم سرکوب شده خاموش نمیماند، زیرا خاکستر باقی میماند و روزی با انفجاری بزرگتر سر برمیآورد. شاید رژیم توانسته باشد یک کنسرت را لغو کند، اما نمیتواند
صدای ملتی را خاموش کند، همان گونه که چاوشسکو در میدان بخارست از چهره‌های بوج زده مردم گریخت اما سرانجام فرو ریخت. روزی در میدان آزادی نیز صدای مردم از هر ساز و آواز بلندتر خواهد شد. بنیان، محقق و پژوهشگر علوم انسانی